سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 ینور تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. امامعلی رحمان قدایش بیگ صبور را از جا خیزانده و برای صورت پست اینترنت تنبیه داد. آشکار شدن 14 میلیون سومانی کم آمد در دوره رئیسی شریف سمی. پسر در روسیه بی‌سروبال مانده سیاره دوسایو را به وطن فرستادند. جنگ رفت تا که از زندان زودتر آزاد شود. یک جوان اسیسور در اوکراین کشته شد. نتیجه پیشکی تشخیص 48 ساکن دهه چگم از قروت زهرآلود شدند. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 24 ینور سال 2023 در جلسه سالانه حکومت رئیس خدمات علاقه و قدایش بیگ صبور را از جایش خیزانده و برای صورت و صفت بد اینترنت در کشور سخت تنقید کرد و تنبیهش داد. در گزارش رسمی تلویزیونی از رفت جلسه هرچند صدای بیگ صبور شنیده نمی شود، ولی از وجاهتش برمیآید که سخت تنقید شده است و تلاش دارد که خود را سفید کند. در یک ماه آخر این الکی بار دوم است که امامعلی رحمان قدایش بیگ صبور را برای صورت و صفت بد اینترنت به انتقاد میکشد. او ماه دکمبر سال 2022 در پیام سالانه‌اش نیز از فعالیت خدمات علاقه به تندی انتقاد کرده به این نهاد برای اصلاح وضع وقت داده بود. بنا به گزارش تلویزیون دولتی، بیگ صبور در جلسه سالانه حکومت درباره تا امروز تا چه حد اجرا شدن سفارش پرزیدنت درباره بهبود صفت و صورت اینترنت حساب داده است. برخی اشتراکداران جلسه روز 25 ینور در صحبت با پایگاه خبری بامداد گفتند که از وجاهت پرزیدنت دیده میشد که او از حسابات بیگ صبور درباره کارهای تا امروز انجام دادهش چندان قانع به نظر نمی رسید. منابع بامداد میگویند بیگ صبور در روی خط سیاه منصبداران بلندپایه قرار دارد که روزهای نزدیک تقدیرش باید حل شود، ولی بیگ صبور یکی از کادرهای به اصطلاح غرق نشونده است که چندین بار مورد خشم و غضب پرزیدنت قرار گرفت، ولی باز هم توانست که با استفاده از واسطه‌های گوناگون دل او را نسبت به خود دیگر باره نرم میکند و خطر برکناری از منصب را از سر خود دور میکند. منتقدان بیگ صبور را به آن ادعا میکنند که ساحه علاقه تاجیکستان را که تا آمدن او در سطح منطقه و شوروی پیشرفت بود خراب کرد و آن ساحه علاقه تاجیکستان از لحاظ سطح و صفت خدمت رسانی و صورت اینترنت یکی از قفامانده ترین ها در پهنای شوروی سابق و هم در سراسر دنیا دانسته می شود. بیگ صبور را همچنین برای صفت پست خانه‌هایی که شرکت او می‌سازد تنقید می‌کنند و می‌گویند که او روز دراز در پس کارهای شرکت ساختمانیش اندرمان است و وقت مشغول شدن به مشکلات ساحه علاقه و حل این مشکلات را ندارد. بسیاری و حتی در رده‌های اول حکومت تاجیکستان همیشه از این اظهار حیرت می‌کنند که چرا امامعلی رحمان بیگ صبور را با وجود این همه کمبودی‌ها در منصبش نگاه می‌دارد. بنا به اطلاع منابع آگاه پایگاه خبری بامداد، کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان در جریان تفتیش فعالیت مقامات نویه اسماعیل سومانی شهر دوشنبه در سال 2022 کم آمد به مبلغ بزرگ را آشکار کردند. در رفت تفتیش به گفته این منابع معلوم شده است که در دوره رئیسی این نویه را بروده داشتن شریف سمی در طول سال 2022 توسط اداره راههای نویه اسماعیل سومانی در مجموع 14 میلیون سومانی به قول معروف آبولای شده است. از این مبلغ بنا به خلاصه مفتشان 5 میلیون سومانی را عموما بدون برگزار کردن یگان تندر از خود کردند. خود شریف سمی روز 2 ینور از مقام برکنار کرده شد و حالا کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیون در رابطه با این مسئله رهبران اداره‌های مالیه و راههای نویه اسماعیل سومانی را کشاکش دارند. آنها الکی چندین مرتبه دعوت شده پیرامون تقدیر این میلیون‌ها سومانی بیان دادند. یک سوال اساسی امین است که چرا اینقدر پول گویا برای تعمیر راهها از خود کرده شده است، ولی وقتی برف زد مسئولان حتی نمک کافی نیافتند که راههای برفپوش و یخبسته را نمک بپوشند. خبر داد روز 25 ینور سال 2023 به پایگاه خبری بامداد یک منبع آگاه از جریان تفتیشات. تفتیش فعالیت مقامات اجرایی شهر دوشنبه از جانب اگنتی مبارزه با کروپسیون با درخواست خود شهرداری پایتخت رستم امامعلی آغاز یافته است. خدمات مطبوعات شهرداری دوشنبه
روز دوم январ سال 2023 اتفاقا در روز برکناری رئیسان یکباره سه نویه پایتخت خبر دادند که رستم امامعلی با مقصد تامین شفافیت و ثمرانوکی استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان جهت سنجش فعالیت مالیوی خواجگیداری مقامات در سال 2022 درخواست ارسال نمود. روز دوم январ در روز اول برفریزی‌های شدید و با طور بی‌سابقه سر شدن او با هوا رستم امامعلی یکباره رئیسان سه نویه پایتخت شریف سمی، رئیس نویه اسماعیل سامانی، نصرت الله سلیمزاده، رئیس نویه سینا و فتح‌الدین عثمانزاده رئیس نویه فردوسی را از مقام‌هایشان برکنار کرد. فرمانهای پرزیدنت درباره برکناری آنها روز 11 январ به امضا رسید. منابع بامداد خبر داده بودند که دست کم یکی از اینها شریف سمی از مقام رئیس نویه اسماعیل سامانی محض به دلیل ناهوده‌براری‌اش در رفع عاقبت‌های برفریزی در مرکز پایتخت برکنار شده است. سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که بنابر بی‌سرپناه ماندنش نابالغ دوسایف ابوبکر یوسفوویچ سال تولدش 2015 فرزند شهروند دوسایف سیاره اسانونا روز 24 январ سال 2023 با مساعدت خدمات کنسولی سفارت به وطن برگردانیده شد. سفارت گفت حجت‌های ضروری را برای ابوبکر دوسایف آماده کرده برای فرستادن او به نزد خویش و تبار نزدیکش به وطن مساعدت کرده است. در اطلاعیه تاکید شده است که قضیه مادر نابالغ تحت پیگیری سفارت قرار دارد. سیاره دوسایف و مادر ابوبکر که در یک آشخانه طعام‌های گرجی در شهر میتیش در کنار مسکو کار میکرد روز 4 январ سال 2023 با اتهام کشتن همکارش آشپز آشخانه خینکال تبلیسو به حبس گرفته شد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده و دادستانی کل یوسف رحمان با ارسال درخواست‌های رسمی از مقامات روسیه تفتیش عادلانه قضیه سیاره دوسایف را طلب کردند. در دوشنبه بر این باورند که سیاره دوسایف در پاسخ با تحقیر و لطکوب و پس زدن شان اعتبارش از طرف آشپز گرجی به دست کارد گرفته از ناموس خود حمایت کرده است. 10 نفر از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که سیاره دوسایف را به حمایت نگذارند و از او دفاع کنند تا که به سویب در روسیه گاوسود نشود. خانواده یک جوان تاجیک در اسار که در جنگ اوکراین کشته شده است ماتم دارند. تابوت ذوالفقار محیدینوف 27 ساله را روز 22 январ از مسکو به تاجیکستان آوردند. او یگانه پسر خاندان بود که در روسیه زندانی شد و او را به جنگ اوکراین آوردند. خورشید محیدینوف تقوی ذوالفقار در صحبت با رادیو آزادی گفت که او سال 2019 برای کار به روسیه رفت و در یک شرکت کار میکرد. دقیق میدونستیم که کار میکند. ممکن با بچه‌های دیگر همکاری کرد و به گناه قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و بیش از 6 سال زندانی کردند. گفت او. نزدیکان ذوالفقار محیدینوف میگویند او 1.5 سال را در زندان روسیه گذراند و از ماه اکتبر سال گذشته دیگر با خانواده تماس نگرفت. به گفته خورشید محیدینوف خواهرزادش به کسی نگفته است که به جنگ می رود. تنها چند روز پیش نظامیان روس با این خانواده تماس گرفته خبر دادند که او در شهر بخموت اوکراین کشته شده است. نزدیکانش گفتند که در پای، دست و قفس سینه‌اش زخم داشت. نزدیکانش به این باورند که ذوالفقار نیت به جنگ رفتن را نداشت. میگفت از بعد ادای حکم زندان به تاجیکستان برمیگردد. مادر از مرگ پسر دیرتر از همه خبردار شده است. نگارا محیدینوف و مادر ذوالفقار گفت نمیدونند چه طور پسرش را به جنگ بردند. ذوالفقار محیدینوف را روز 22 январ در دهه یکتوت شهر اسار دفن کردند. او مجرد بود. به قول نزدیکانش با نیت به مهاجرت رفته بود که پول کار کند و عائله سازد، اما نشد. تا حال آمار دقیق شهروندان زندانی تاجیکستان در روسیه که در جنگ‌های اوکراین کشته شدند در دست نیست. در 2 ماه آخر خبر مرگ کمش 7 نفر تصدیق شده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. تحقیق اولیه زهرالشوی 48 ساکن نویه شمس‌الدین شاهین معلوم شد است که همه آنها از قروت یا دوغابی که محصولات اساسی قروت‌ها به حساب می‌رود زهرآلود شدند.
یک کارمند مسئول بیمارخانه سرایتی ولایتی شهر کولوب در صحبت با از پلیس گفت که این تنها نتیجه پیشکی است و آنها نمیدونند که قروت یا دوغی که برای آماده کردن قروتاب استفاده شد تحت کدام شرایط تیار شده است. به اطلاع منبع از 24 نفر ضرورت شده ای که در این بیمارخانه بستری اند 6 نفرشان کودکان می باشند. وضع سلامتی آنها بهتر شده است و احتمال همه آنها امروز از بیمارخانه رخصت می شوند، گفت او. در همین حال رئیس نویه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان ظفر گلزاده در صحبت با از پلیس گفت حالا مشخص نشده است که 48 ساکن این نویه از کدام جزء قروتاب ضرورت شدند و سنجش حادثه ضرورت شوی از جانب مقامات حفظ حقوق ادامه دارد. او افزود همه 48 نفری که با نشانه‌های ضرورت شوی از غذا در بیمارخانه‌های نویوی و ولایتی بستری شده بودند مرخص شدند. گلزاده قید کرد که رهبرت ریاست تندرستی ولایت، مرکز سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت و زیرساختارهای آنها فوراً به جای حادثه حاضر شده سبب ضرورت شوی حادثه را معاین می‌کنند. همه ساکنان با علامت‌های دل بی‌حضوری در بیمارخانه بستری کرده شدند. به آنها سر وقتیاری ضروری طبی رسانیده شد، گفت او. یادآور می‌شویم 24 ینور سال جاری 48 نفر پس از استعمال قروتاب در خانه یکی از ساکنان روستای چگم نویه شمس‌الدین شاهین ضرورت شده به بیمارستان انتقال یافتند. صبح 25 ینور سال 2023 میرزا ملا احمد، ادبیاتشناس و ایرانشناس شناخته تاجیک، دکتر علم‌های فیلولوژی، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، همگی چند روز قبل از 75 سالگیش از دنیا گذشت. در این باره ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با نشر یک نامه همدردی خبر داد و نوشت غمشریکی خود را به اقربا و پیوندان و شاگردان عالم شناخته اظهار می‌نمایند. قرار است که مراسم جنازه میرزا ملا احمد روز 25 ینور ساعت 13:00 دقیقه در نزد خانه‌اش در محله 91 پایتخت برگزار شود. اکادمی ملی علم‌ها یادآور شده است که میرزا ملا احمد از جمله عالمان پرکار تاجیک بوده و به قلم او بیش از 450 اثر علمی و عمومی تالیف شدند، از جمله تقریبا 200 مقاله، 12 مونوگرافیا، 3 مجموعه میرزا ملا احمد به مسئله های ایرانشناسی بخشیده شده. در ایران نیز بیش از 30 اثر و مقاله هایش به تپ رسیدند. 24 ینور سال 2023 تخمین ساعت 11:00 دقیقه راننده автомашин تمغه اوپل ویکتور سعداللهیف اوروزلی خول مرادویچ سال تولدش 1962 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت در حدود نویه بلخی از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ سیفالدین و محپاچا سال تولدش 2015 خواننده صنف یک ساکن نویه بلخی را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ سیفالدین و در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به مرد 34 ساله ساکن شهر خوجند آغاز کرده شده است که نامبرده 7 اپریل سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 38 ساله ساکن شهر استرافشان در آمده با بهانه گرفته دادن قطعه زمین از حدود جماعت شهرک مینت آباد نویه ظفرآباد از او 40,000 سومون گرفته به احتیاجات خود صرف نموده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینو عریضه جوان 21 ساله ساکن کوچه نوایی شهر دوشنبه وارد گردیده است که ماه آگوست سال 2022 جوان 23 ساله ساکن شهر بوستان ولایت سوخت با روی فریب به باوریش در آمده از او $11,200 امریکایی را گرفته وعده داده است که برای وضعش شغل آورده می‌دهد، اما مبلغ را به منفعت خود صرف نموده تا حال برنگردانیده است. آید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. این جوانی که در عکس می‌بینید 3 روز پیش از محله مایکوفسکی شهر دوشنبه گم شده است. به گفته نزدیکانش احوال سلامتی او خوب نیست. از همه اونهایی که این برادر را در یگان جا دیدند و یا درباره در کجا بودنش معلومات دارند خواهش میکنیم که با این رقم تماس بگیرید 992 907 0281 08. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان.
хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.